ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. ما خود تو را ندیدیم، فقط نام خوشت شنیدیم. و رفعنا لک ذکرک، نام خوشش شنیدیم، شیفته و دلباختر شدیم. اسمش برده میشه، دلهامون میلرزه، چشمامون میلرزه. اون چه مهربانی بود، چه انسان دوست داشتنی بود، چه رحمت مهداتی بود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نه تنها برای انسان ها، نه تنها برای مسلمان ها، نه تنها برای بشریت، بلکه برای همه موجودات رحمت بود. چرا نباشه؟ یکی از احادیثش اینه: ان الله كتب الاحسان علی کل شیء. خداوند نیکی رو در حق همه چیز واجب کرده.